سلام بچه‌ها، چطورید؟ اومدیم با یه ویدیوی دیگه. من بارنا صادقی هستم. در یوتیوب این ویدیو رو قراره بذارم. بچه‌ها من این پارت اولمه که توی ماینکرافت دارم براتون یه چیزی یاد میدم. بچه‌ها پارت بعد قراره یه پورتالی رو بهتون یاد بدم که به توش دیگه نمیتونید ازش بیاید بیرون و ماینکرافت رو تموم میکنید یواش یواش و قراره بهتون یاد بدم که زمین رو چجوری صاف کنید. الان تو این ویدیو من همونطور که براتون این زیر ویدیو نوشته بودم آموزش این که چجوری ما باید بازیمون رو وقتی داریم بازی میکنیم، مثلا جونی داریم بازی میکنیم، یه دفعه وسط بازیمون غیر جونیش کنیم. خب بچه‌ها این گزینه ماینکرافت رو میزنیم. خب گزینه پلی رو میزنیم. پلی. این گزینه رو که زدیم نگاه کنید، این گزینه بالا دکمه سبزه، اینو میزنیم. دوباره همین رو باید تکرارش کنیم. خب ببینید این دوباره این سبزه رو میزنیم. خب وای خیلی طول میکشه تا بیاد. خب بچه ببینید من الان جونی بازیم و میخوام نگاه کنید دارم جونی بازی میکنم. خب بچه همونطور که داریم جونی بازی میکنیم یه دفعه میخوام وسطش غیر جونیش کنیم. چطوری؟ حالا بهتون میگم. خب اینی که 3 خط داره رو میزنیم. یه لحظه صبر کنید بهتون نشون بدم که اشتباهی یکی دیگر نزنید. این گزینه رو میزنیم به راحتی. همچین چیزی برای ما میاد. وای بچه اشتباهی از بازی اومدم بیرون. صبر کنید دوباره برم تو بازی. ببخشید بچه ها، عذرخواهی میکنم. حالا 3 ساعت بعد تا بیادین اینجاش پر بشه، اینجاش پر بشه، اینجاش پر اومد. بچه نگاه کنید همینطور که بهتون گفتم اینو میزنید همچین چیزی براتون میاد. این گزینه اول نه، گزینه دوم نمیشه ستینگ. اینو میزنید. بعدش بچه میاید اینجا اینو ببینید این نوشته رو. خب لحظه صبر کنید. این نوشته وقتی روش کلیک میکنید همچین چیزی براتون میاد. ببینید اولی نه دومی یعنی غیر جونی کردن بازی، اولی هم یعنی جونی کردن بازی. پس ما نتیجه میگیریم این دومیه رو بزنیم، یعنی اینو میزنیم روش کلیک میکنیم به این حالت میاد. بعد این اولیه رو بزنیم. فکر کنم بهمون گفت که آیا میخواید بازی رو غیر جونی کنید. خب این که شد، این دکمه خارج رو میزنیم که از تو ستینگ خارج بشیم دیگه. دکمه اولی یعنی ادامه بازی رو میزنیم و به راحتی بازی ما غیر جونی شد و میخوایم پرواز کنیم. حالا ما در اینجا میخوایم بازی رو جونی کنیم. بعد چیکار کنیم؟ این 3 نقطه رو هم کاری که کردیم دوباره میریم تو ستینگ. حالا این سری دکمه اولی رو میزنیم، بعدش دکمه خارج از ستینگ رو میزنیم، بعدش هم پلی رو میزنیم یعنی ادامه بازی. نگاه کنید جونی شد. دیدید؟ به همین راحتی بازیمون جونی شد. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. لایک، کامنت، دنبال کردن و همه اینا یادتون نره. زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که از آموزش های من با خبر میشید.
خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.